دایه‌ای توی دستگاه A15 سامسونگ وجود داره و اونم از کار افتادن مسیر تاچ دستگاه است. یعنی دستگاه تاچش عمل نمیکنه. دلیلش به خاطر اینه که معمولا بر اثر ضربه خوردگی هم پیش میاد، به خاطر اینه که مسیر این پایه قطع میشه از روی برد. حالا گاهی وصله و گاهی قطع، یعنی گاهی وقتا تاش کار میکنه گاهی وقتا هم کار نمیکنه. ما فقط کافیه که بیام این پایه رو، حالا مشخصاتش رو بهتون بگم، از این طرف میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پایه 13 هم رو وصل کنیم به این مقاومت بالای سی پی یو که حالا اینجا براتون مشخص میکنم. به مسیر این مقاومت بالای سی پی یو بعد به همین سرش وصل کنیم. به طور کامل مشکل تاچ دستگاه A15 رو با این کار میتونیم رفع کنیم. یه بار دیگه حالا کانکتورم بهتون نشون میدم همزمان که متوجه بشید. این سمت برده و اونم اون سمت دیگه برد. این پایه که حالا دو تا پایه این ورترش منفیه، اینو باید وصل کنیم به امتدادش که میشه این مقاومت. این ایراد هم معمولا بر اثر قطع شدن لاین به وجود میاد که معمولا بر اثر ضربه است. دوباره تکرار میکنم که یادتون بمونه دلیلش چیه.